سپس مؤلف حفظه الله تعالی نقطه دیگری که بر ما یادآور می شود نوافل العبادات، عبادت های نفل، عبادت های اختیاری. این نقطه هم برای ما خیلی مهم ارزشمند است. نقطه های مهمترین بعد دعا و اخلاص و دعا می‌فرماید عبادت های نفل، یعنی عبادت های اختیاری. می‌فرماید نوافل العبادات من اسباب المحبة الله للعبد. عبادت های نفل، نافله، از سبب های مهم محبت بنده به پروردگارش میگردد. از سبب های مهمی محبت بنده به پروردگارش. رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه که روایت از پروردگارش روایت می‌نماید. حدیث قدسی است در صحیح بخاری در باب تواضع از حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت می‌نماید ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. هنوز هم بنده من همیشه با انجام دادن کارهای نفل به من نزدیک می شود، با انجام کارهای نافله بر من نزدیک می شود، حتی تا اینکه من او را دوست می دارم. سبب محبت الله بر بنده اش. روایت بخاری. و همچنین نقطه دوم در باب عبادت های نفل می‌فرماید که عمل های نفل اختیاری، یعنی کمبودی های فرض ها را پوره می‌گرداند. یعنی که بنده در فرایض نقصان ها اگر داشته باشد. نقطه اول چی بود؟ عبادت های نفل، عبادت اختیاری. این عبادت های اختیاری راه محبت بنده به پروردگارش، یا که برعکس این راه محبت پروردگار بر بنده اش می‌گردد. گویا اینکه قلب تمام عبادت هاست. چون یک در حدیث قدسی هازی بیان کردیم که بنده من همیشه با کارهای نفل به من نزدیک می شود تا اینکه من او را دوست می دارم. اگر الله تو را دوست بدارد، این آرامترین و زیباترین وعده الهی است. سبب محبت الله بر تو، چون چی بسا مردمی هستند که دعوای محبت الهی میکنند. هیچ کسی نیست مگر اینکه دعوای محبت الله را میکند. هر کی در این جهان شناختی و دعوای محبت الهی را میکند. ولی این مهم نیست. مهم اون است که الله سبحانه و تعالی کی را دوست می‌دارد. این است مهم. این است آغاز زندگی شیرین. اگر هر کی این محبت رو دریافت کرد، هر چیزی رو دریافت میکند. هر کی آن را یافت دیگر چیزی نمیخواد. چون فرضها، واجباتها اینا مسئولیت هستند. اینا باید انجام داده شوند و بدون این حیات نیست. اگر ترک شود بعضی از اینها کفر است. بعضی از اینها گناه عظیم است که فرائض، فریضه ها، واجبات ها که انسان مورد سزاوار مستحق عذاب می شود. ولی که نافله ها باشد، اینا عمل های مستحب هستند که بر اینها انسان جزا داده نمی شود. ولی که انسان به خاطر نزدیک شدن با پروردگارش این کار را انجام میدهد. به خاطر شکر و سپاس بنده با پروردگارش، اینکه الله سبحانه و تعالی این بنده را دیگر دوست خود قرار میدهد. دوست می‌دارد این بنده را. بنده وقتی نماز نفل میخواند، قرآن تلاوت میکند، با پروردگار سخن میگوید. برای همین در اینجا نقطه دومی که مؤلف ابن قاسم رحمت الله حفظه الله تعالی ذکر می‌نماید که نافله ها کمبودی های فرض ها را پر میکند و دلیل آن را حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که روایت احمد است میآورد. در مسند یک مرد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید رسول الله اول ما يحاسب به العبد صلاته. اولین چیزی که بنده در روز قیامت مورد حساب کتاب قرار میگیرد این نماز است. میفهمید چی میگویم؟ اولین چیزی که بنده مورد حساب کتاب قرار میگیرد این نماز است. نماز. پس اگر نماز نخواندی پس چگونه حسابی داری؟ دیگر که میفهمی. و رسول الله فرمود و ان کان اتمها کتبت له تامه. اگر این نمازش کامل بود برای وی کامل کتابت میگردد. و ان لم یکن اتمها، اگر که تمامش نکرده باشد، کاملش نکرده باشد، قال الله عز وجل، الله سبحانه و تعالی این هنگام است که میفرماید انظروا هل تجدون لعبدی من التطوع. بر بندم، بر اعمال بندم بگرد آیا چیزی از نافله ها دارد، فتکمل بها فریضته. انما فریضه های ناقص، کمبودی های زیاده که دارد آنها پوره کرده میشوند. سپس انسان نجات پیدا میکند. سپس با آن همین ترتیب دیگر عمل ها حساب کرده میشوند. ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك. با همین ترتیب دیگر عمل ها سپس حساب کرده میشوند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میفرماید که ان قصر فی قضاء الفوائد، اگر انسان در اجرای فرضها تقصیری نماید، کمبودی نماید، فلیجتهد فی استکثار من نوافل. تلاش نماید در زیاده نمودن از نافله ها.
اگر در حق فریضه ها کمبودی ها کردید، در نافله ها رو بیشتر انجام میدید تا که سبب جبران این فریضه ها بگردد، تا در روز قیامت انا همین ناقصی هایی که از فریضه ها انجام داده بودی با این نافله ها، این کمبودی ها جبران شوند. سلف صالح نفل ها رو بر کثرت انجام میدادند از عبادت ها و آنها رو با تمام صمیمیت و شدت آنها رو پنهان می‌داشتند، پنهان هم می‌کردند. پس نفل سبب جبران کمبودی ها می‌گردد ای بنده. اما در این نماز، در این نمازهای نافله، خاصه نمازهای فرض، اهمیت بدهید بر نیت که محلش قلب است و حسن طهارت و دوری از غفلت. چون انسان نماز میخواند، روزه میگیرد، هر کاری خیر رو انجام میدهد، نه که بر غفلت انجام میدهد. غفلت رو از خود دور بساز. میفرمایند که انا همین نمازهای نفل مثل پارچه های طلا هست. نمازهای نفل مثل پارچه های طلا هست، میدهک که انا همین سراغی ها و کمبودی ها پر کرده نمیشد مگر به همین با این پارچه ها زیبا میگردد. و شیخ الاسلام میفرماید که اگر هر کسی که خود را از نمازهای نافله یا که از عبادت های نافله اگر بی‌نیاز دانست، در حقیقت خود را از رحمت الله سبحانه و تعالی دور کرده است. برای همین برای طالب علم میباید چیزی از نماز شب، از ذکر یاد الله و غیر از نوافلی که است که در آینده شیخ می‌آورد، اینها را باید با خود داشته باشد. و سپس مؤلف چی فرمود که سلف نمونه صمیمیت و عشق عبادت در آنها دیده میشد. امام بخاری رحمت الله علیه نه تنها یک دانشمند بزرگی بودند، قدر و منزلت آن در نزد اهل سنت معلوم است، جایگاه عظیمی دارد، بلکه این شخصیت بزرگ هر حدیثی را که میخواست در کتابش بنویسد دعا میکرد، طهارت میگرفت، سپس آن حدیث را کتابت میکرد. نه تنها به خاطر تعظیم علم، اگرچه تعظیم علم است، بلکه به خاطر بر پاکی بالا مقامی رسیدن. ابن قیم رحمت الله علیه در باره استادش شیخ الاسلام ذکر مینماید و میفرماید که رحمت الله علیه او پس از صبح، پس از نماز بامداد می نشست، الله سبحانه و تعالی را یاد میکرد و از جایش نمی جنبید و می فرمود که این غذای روح من است، این ذکر و یاد الله غذای روح من است. اگر من این ذکر و یاد الله را نکنم و این غذای روحی را به خود نگیرم، اگر این را نخورم ضعیف میشوم، اگر این ذکر را نکنم ضعیف میشوم. پس به حال خود اکنون بنگریم. برای هم به ذکر الله انسان مانند یک جسمی سخت است، یک جسمی است که سخت شده است، مثل یک درخت قاق. برای همین در این زمان پرغوغا، در این زمان پرفشو و در این زمان فتنه انگیزی، فتنه و فشار، انسان باید خود را با ذکر الله پیوست نماید و آرامیش را در این پیدا کند و آن غبارهایی که از گناه و معصیت و فتنه ها و دیگر چیزها در وجودش پیدا شده است، در عقل و در هوش و در کش، اینها را باید با این ذکر این غبارها را دور بسازد. و همچنین شیخ الاسلام میگه که من ذکر رو ترک نمیکنم مگر برای استراحت، و استراحت هم رو نیز اگر گرفتم باز به سوی آن ذکر برمیگردم. منظور استراحت شاید خواب رفتن باشد، الله اعلم. معلومه که نافله ها مجبوری نیست، بزوری نیست، بلکه اختیاری است. همین اختیاری است که سبب دوست داشتن پروردگار بر این بنده میگردد و رابطه قوی. برای همین مؤلف میفرماید که فرضها رو نگه بدار، همیشه اینا بردوام هستن، اینا از دوش تو به هیچ وجه ترک نمیشوند. محافظت نما این فرضها رو و لازم بگیر این نافله ها رو، یعنی که به خود عادت بکنان این نافله ها را، مثل سنت های راتبه که پیش از نماز و بعد نماز ها هست، نماز ویتر، تلاوت قرآن، استغفار و نماز شب همچنین. و همچنین در آخر شیخ میفرماید که حفظه الله تعالی و الزم نفسک ساعتا، نفست رو یک ساعت لازم بدار بچی تجلیسها فی المسجد للذکر، تا که در مسجد بنشین ذکر الله کنی، یک ساعت در مسجد بنشین ذکر الله. و فرمود که و احسن ما یکون، و زیباترین از این که انسان در مسجد بنشین، زیباترین وقتها بعد از صلات صبح، بعد صلات صبح است تا برآمدن آفتاب. از زیباترین وقتها برای انسان که در مسجد بنشیند و ذکر الله سبحانه و تعالی را بنماید.